رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین نماز بعد از نمازهای فرضی این نماز شب می باشد. شخص به ابراهیم ابن ادهم گفت نمی توانم نماز تهجد بخوانم، یعنی نماز شب داروی برایم هست؟ آن کس فرمودند در روز گناه مکن، الله در شب تو را بیدار خواهد کرد. بدان که ایستادن در مقابل الله در شب از بزرگترین شرف و بزرگی هاست و انسان گناهکار مستحق چنین شرف نخواهد بود. پروردگارا این بزرگی ها و شرف ها و ایستادن در نماز شب را نصیب ما مسلمانان بگردان. در شب به نیت بیدار شدن برای نماز شب بخوابیم، به اذن الله بیدار خواهیم شد. نماز شب کلید سعادت انسان و کلید استجابت دعاهاست. برادران و خواهران عزیز، از این نعمت بزرگ غافل نباشیم. خدایا از تو طلب داریم که ما را از جمله نمازگزاران در شب، یعنی از جمله آن شخصان بگردان که نماز تهجدشان را به جای می آورند. ورسول الله وقلوب